کار کفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه‌ای که دست بکار است. فرزندانم، شما رو دیده خرسند شدم. من خودم رو خوب حس نمی کنم. من خوب نیستم، گویا که در درون مصیبت باشم. شما رو دیده خوبتر شدم. شاید اگر کمی صحبت کنیم باز خوبتر می شوم. شاید این جزای آن باشد که دیگران را به مصیبت گرفتار کردید. چی؟ مردین چگونه سخن است؟ چرا با من این طور نگاه میکنی؟ چی شد؟ خودتان خوب میدانید. دخترم، برای چی گریه میکنی؟ با من نزدیک نشوید. چرا؟ بهترش به نزد خوشدارتون روید. او به شما خوب تسلی میدهد. خوشدار؟ ها؟ این از کجا برآمد؟ این چگونه سخن است؟ چه خیلی خوشدار؟ آیا دروغ است؟ با تمیر عاشق و معشوق شده اید؟ دست یکدیگر رو گرفته به شب نشینی پدرم رفته اید؟ در نزد مردم خود نشاندهی کرده اید؟ ما اینها را از اینترنت بفهمیم و شما از خود شرم نکنید و باز در نزد شما این را گفته عیبدار می شویم. مرد، عذر میخوام، اما من در این حال حاضر نمیخوام اوید این صحبت کنم. سخت غمگینم. میدونید که برای فرزند هم اعتراف کردن مشکل، که مادرش خودسر است و به همه بدی میکند. التماس اول اندیشه کن و بعد گپ زن پسرم. سخنهای نگو که بعد پشیمان شوی. خوب؟ شما حسرت رو با تاریخ شناس کرده اید. مقصدتون چی بود؟ از حسرت چی خواستید؟ چرا شما حسرت رو با طریق حیوان شناس کردید مادر؟ مرد، اگر آرام شوی به تو نقل میکنم و در حقیقت من رو میفهمی. اگر به او یگان چیز میشد، یا میمرد یا اینکه تجاوز میکردند. آخر شما هم دختری دارید که 15 ساله است مادر. همین است مادر بودن. من چی من؟ آیا شما بغیر از من دیگر چیز رو نیز میدانید؟ تنها شما هستید. مرد نیست؟ چیچک نیست؟ فرزندانتون نیست؟ چی هست؟ کار خانم سوزن است. خود نشاندهی خانم سوزن است. برای آن که تنها شما هستید، پس از این کارهای شده گذاشته شما به من چطور مادری میکنید؟ ما با کی باور کرده با کی بر میگردیم؟ اینقدر دروغ کفایه است. طرف بدی این هم چیست میدونید؟ من بعد فرزندانتون افلاس شده است. تنها موندیم. و تا اصلاح شدن تنها خواهیم موند.
بچه ها، حسرت، قادر، کجا شدید مادر؟ دیر میکنی. خرید کردم، خوراکواری خریدم. با پدرتون خوراک خوب پزیم تا که میدهش به خود آید. سبزوات. باز دیر نکنیم. دیر نمی شود. قهوه بو قهوه دار. شاید قهوه مرا یاد کرده باشد. تو 15 دقیقه را زیر بند. ما هر دویمان در نیم ساعت همش رو حل میکنیم. قادر کجاست؟ قادر. ایبا، من حالا پنهان میشوم. وقتی که آمدن بعد میآیم. فهمو. امکی کمال، میدانید که در تاریخ نامتان را ثبت کردید. چه خیر؟ با یک قرار آزادی از محبس 2 مرتبه میبرایید. با ایبا هم زنگ زنم، شاید او هم رفتن خواهد. مایلش. الو ایبا، چی حال داری؟ خوبم، تو چه هستی؟ بسیار خرسند هستم. پدرم امروز آزاد می شود. راست میگویی؟ در حقیقت بسیار خرسند شدم. ما حالا برای پیشوازگیری پدرم می رویم و از خانه می برایم. با خودیر و می خوریم. تو هم می روی؟